با افتخار سیومین سالگرد تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در کاخ فرهنگ شهر اسفره جمع آمد تانتانوی برگزار گردید. در وضعیت تانتانوی به تالار پرچم ملی تاجیکستان درآورده شده سرود ملی صدا داد. ضمن مبارکبادی‌های صمیمانه به مناسبت سالگرد تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از نقش پرارزش حامیان وطن در حفظ صلح و ثبات و مرز و بوم کشور یادآوری گردید. تأکید کرده شد که در سطح شایسته و با شکوه تشکیل و برگزار نمودن سالگرد تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در قلمرو مملکت خود بازگوی توجه خاصه راهبری دولت و حکومت به قشون‌های سرحدی، بیانگری مقام بلند شما سرحدبانان در جامعه نوین ما است. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانیشان ذکر نمودند. در تاریخ دولتداری اهل بشر یکی از نشانه‌های مهمترین هر یک دولت صاحب استقلال موجودیت سرحدات معین شده آن میباشد که هر کشور مستقل آن را چون رمز مقدس ملی و رکن اساسی دولتداری حفظ و نگهبانی میکند. با گذشت 30 سال از تأسیسیابی قشون‌های سرحدی قناعتمندانه میتوان گفت که این دوره بر حق مرحله تشکلیابی به وجودآوری زمینه‌های سیاسی و حقوقی و مادی و تکنیکی ساختار قشون‌های سرحدی به حساب می‌رود. خوشبختانه طی این سالها قشون‌های سرحدی ما همه جهته آب و تاب و صفتاً تکامل یافته به درجه کافی مستحکم و قوی گشته است. حکومت مملکت تحت هدایت‌های محترم پیشوای ملت در دایره اصلاحات و تشکل‌دهی قشون‌های سرحدی عین زمان ساختمان انشاءات نو سرحدی و تعمیر و تجدید انفراستراکچور موجوده را ادامه داده برای به سطح معیارهای جهانی مطابق گردانیدن انفراستراکچور مرزهای دولتی همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده ساده است. به شرف سالگرد تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان یک گروه عسکران و افسران برای صداقتمندی به وطن، خدمت شایسته و باشرفانه در جاده تأمین امنیت، حفظ مرز و بوم و صلح و ثبات با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدر کرده شدند. برنامه کنسرتی اهل فرهنگ همایش را شکوهی تازه بخشید.